خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری دو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی بقای عمر انسان است فرزند به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. امروز ما در دیها در کوهستانی آخبریا برای تبریک کردن جواخیر که 12 سالگی مچال خود را جشن گرفته ایستاده است. با ما باشید که ما تیار هستیم. آغاز میکنیم تبریک را. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر مادران و البته استراحتیان کوهستان. همتون به استراحتی خوش می‌طلبیم. من در این اولین روز تابستان که امروز روزی حمایه بچگان ما است. بالاتر حمایت کنند. من امروز برای تبریک کردن جشن 12 سالگی موچل جواخیر آمدیم. برای امروز جواخیر حتی کرسک زنه میارزنه. جواخیر زاد روز مبارک. روز تولد رو مبارک باد میگیم. یعنی جواهری با تکلیف کنیم رخشانبانی. رخشانبان همیشه می یعنی اگه جان شما نزدیکتر میستیم. جواهر امروز میدونیم ما انامی که آمدگی اومد. انامی که آمدگی ما. البته انای مادر جانتان که در مسافرت هستند از نام ظریفایتی که در مسافرت هستند برای شما نقص خواندن صاحب معلومات صاحب کسب و هنر شدگیتان در مسافرت کار کرده گشتیم. امروز رفته پسری عزیزی منه پهلوان خاندانی منه تبریک کنید. 12 سالگی یکمین موچلش هست امروز. من مسافرت بگشتگی باشم قلباً روحاً همراهی فرزندم هستم. بچه جانم یاد کردگی من خودش احتیاط کند مکتب با بهای اعلی خواند و انمی اوکچش و منو پدرش و دادا جانشان با دستیار شود. هیچ وقت خستگیش نبینیم همیشه صحت سلامت گردد. بعد از تمام کردگی مکتب خدا خواهد اگر مکتبای کلام بدارد میلیسیانر شود بوغالتری کلان شود برد شود دیرکتر کارخانه های کلان شود. من از پسرم از جواخیرم امیدم کلان خدا خواهد اگر صاحب معلومات عالی شود و آخر روزهای خورسندش و تبریک کردن گیریم. امروز زادروزش مبارک شود. من یاد کردگی باید و البته دخترکی من خواهرکش احتیاط کند همیشه نامبرداری ماش نگردد. برای فرزند عزیزی من گوید که چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو سینا در دل و در دیده باشی چو جامی عاقل و فرخنده باشی. مانندی بابا جانهایش مانندی پدرش انسانی اصیل شده باوی رسد. من از امیدم گنده کلام من ما مسافرت میگردیم برای همین دو فرزند عزیزم داشتیم. خدا خواهد اگر مکتبای کلام خوانده تمام کند یک لباسای تازه کردی سری کرسی بشیند اگر من تمام آرزوهایم به میرسم. برای همین فرزند عزیزم کار کرده ایستادیم. پسر جانم تو خوب و مهربانی پسر جانم تو خوب و مهربانی در این دنیا تو از من یک نشانی. والدین می رود یک روز جانم تو این را ای پسر باید بدانی.
چو صبحی با صفا باشی پسر جان با اهل و عائلت با وفا باشی پسر جان الها در تمام زندگانی با امید خدا باشی پسر جان خداوند کریم انام فرزندان عزیزی من به خاطر خوب نگاه دارد و همیشه من از پشتوی حضور و حلاوت دیده گردم صادرزش مبارک باشد خدا خواهد آینده با یک فرزند اصیل شود من همراهی پدرش آنا جان و بابا جانش حج بفرستاند حاجی بابا و حاجی آنا کند و خودش هم حاجی شود گفته نیت کرده برای شما کتابی از همه قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است مهمانان اگر قرصکی بلند زنند اگر میسپاریم صادرزشان مبارک مبارک باشد زادرز مبارک حاضر امروز اعضام من اعضام ظریفایتی دخترک نازنین من رخشانه بانو تبریک میکنن گفتن رخشانه حتی اگه جنوب تبریک میکنیم مرحبا تو تبریک کنیم بردی بابا السلام علیکم مالا ما از این طرف نزدیکتر میستیم یعنی نبیره با نزدیکتر ایستیم کنیم بردی با همه عرفیتی سمرقند با میگن که از دانقش هم مغز شیرین میگن خدا کند که من حضور در چهره امروزه نبیره شیرین جواقر جان دوره جوانی استان با مایس است خدا کند انه مانند شما پیر شود صاحب عائله شود صاحب کسب و هنر صاحب بخت و فرزند شود بگذار مانند شما جهانگیر و جهان دیده شود احتاج شرکت دعا کنیم ایزی پای قدم باباهای زیر کده گردد دعای بابای گردگر در آینده به همه آرزوهایشان میرسند مرحبا آمین تنی صحت خاطر جان روی پیغام همین عمرتان روشن بیه کنیم ای رحمت مهمانان عزیز از شما عذر میپرسیم همین میکروفون بلند بیا که ما سال وظیفه هسته روز خورسندی با اشک میریزاند گریه میدراند آدم امروز اشک شادی ریزد اگر میارزد بگذار در هر خاندان اشک شادی باشد روزه خورسندی باشد ما باشد آنا جان جواخی را تکلیف میکنیم مرحمت آنا جانشان نزدیکتر میستیم روز خورسندی مبارک مرحبا امروز روز خورسندی است زادروزی نبیره حتی خوشرکت تبریک کنیم مرحبا السلام علیکم هماتون بخش آمده تا نوری دیده تاج سر من اینجا آورم من امروز زاد روزش به دست الهیم پیر رو به دولت شود سری باباش و اونش و ددش و بیش به هم موش به ساق و سلامت کرد الهی مکتب های کلام در آد یک کسب هنر نه زکت بایش سرش گرد بیش الهی ساق و سلامت کرد بیاد سری بچه هاش به اینم سلام سلامت صد بدر روی لایی کن رحمت تشکر البته جهانگیرکه همیشه می جهانگیرکه بیت شمایم امروز روز خورسندی زاد روزی فرزند مبارک مانند شما یک انسانی اصیل شده باور است دمی پیری و دولت پیریت برای شمایان و انمی فرزندان اصیل از سوی دستان شمایان شوند و همیشه در خدمت شما باشد خدا کند که در توی عروسیشان علم خیر پدر مادر در سر شما صحت سلامت باشند شما باشد روی صحنه برآمده فرزند تبریک کردن نصیب کند خدا کند که یک کسب پرشرفترین وظیفه دار شوند و همیشه پدر جان لبای در خدمت شما ما تیار هستیم گفته فرزند اصیل پدر شود نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد سفیداری بلند صد نوده و یک برگ تر دارد پسر در کوی عشق افتد چه پروایی پدر دارد میگویند از ازل شاعران ما خدا کند که در کوی عشق افتادم در خدمت پدر باشد در خدمت مادر باشد فرزند که دعای پدر مادر را میگیرد همیشه در زندگی پیش قدم میشود و سزاوار نام نکو میشود امروز روز خورسندی را برای شمایان مبارکباد میگوییم زاد روز فرزند مبارک یک قرصک بلند زنه برای امروز آینده مبارک باشد زاد روز مبارک تبریک میکنیم به فرزند با رقصش کتمی ما باشد نوبت رقص بازی بدیم تا تارت تیار کردن رقص بازی خورسندی کنیم امروز روز خورسندی
خورسندی روزی حمایه فرزندان و کودکان ما یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم امروز بس زیبا رو دوام میکنیم مرحمت سرودهای شوق برای شمایان میرقصیم ناله کنن نمیشه همدر بودم نمیشین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا دانم دوای چشمم تو شدی در تو دوای چشمم یادی بینم رهای اشکم تو بودی سر تو گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا نمیشه ای یار بیا دلدار ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا دختر گزنه من تاجیکچه نمیدانم شون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گفر منو لیکن کم کم آفرین
گله دختر گپ زنه تاجیکی میدانه گله دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم جون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گپ منو لیکن کم کم Akayte rast gire. Vay 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 vay, vay vay vay,
نقص شود حضوری دادش که بیش حضور همینه بینن باباش حضور همینه بینن خدمت کنه اگر زنگ رد خدا ما همجا سروبر شوی کشته کشخوریت یاد گیره کن منم سرک پدر مادرش همطور gelin tüveşme şeyi var. رسم بگو من بیننده های عزیز امروز در باغ جعفرکه برای تبریک کردن جواهر جان آمدیم. این لحظه های خرسندی، این لحظه های شادیانه تاریخی را همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام صحتمند سلامت باشید. رحمت جهانگیرک سلامت باشید. روزی ناز ببینید بهتون. بله خوش. رحمت سلامت باشید.